مال من با یه سری مسائل دیگه توأم شده، من دارم با سختی اونا رو میگذرونم، ولی خب دیگه چاره چیه؟ متاسفانه اون چیزی رو که خیلی اذیتم کرد تأثیر روی حرفم بود. من بسیار دارم پرکار و فعالی دیدم. الان که اینجوری شدم نمیتونم کار بکنم و این داره منو واقعا دیق میده. قصه دارم بکنم. من دلم میخواد همیشه جلوی دوربین باشم، همیشه رو صحنه تئاتر باشم، ولی الان نمیتونم، توانشو ندارم. نقش مادر آقای جعفریه، امیر جعفری، نقش ایشونو باید، مادر ایشونو باید بازی میکرد. آقای جوان و بچه‌های دست اندرکار زنگ زدن گفتن میای. روی همین تخت بیمارستان نشسته بودم و گفتم که آره خیلی دوست دارم بیام، چون واقعا بهش نیاز دارم، به روحیه عوض شدن نیاز دارم. و رفتم اونجا دفترشون، در از 3-4 ساعت یه 7-8 تا سکانس داشتش، 3-4 ساعته گرفتم اومدم. تقریبا یه سالی طول کشید با خودم گلنجار رفتم که گفتم خب همه این هم نیستن، شاید من بتونم بمونم. من ممکنه جزو آدمایی باشم که با همین آرزوهای کلیه 100 سال عمر کنم، من نمیدونم، عمر هست خداست. اگر قدرت داشته باشه میتونه باش کنار بیاد، میتونه باش مقابله کنه، مثل اونی که پا دست نداره با پاش همه کار زندگیشو میکنه، مثل اونی که با دهنش بزرگترین نقاش میشه. حالا از این به بعد چه هنری دارم، چه فنی بلدم، چی کار میتونم بکنم، در آینده چجوری میتونم مثمر ثمر باشم. دلم میخواد همه انسان ها انقدر قدرتمند باشن که فقط بتونن با بیماری ها مقابله کنن. ویروس و نمیدونم میکروب و این چیزها رو طوری از بین ببرن که هیچ وقت سراغ انسان نیاد و انسان از پا در نیاد.